خداوند تبارک و تعالی رو بسیار سپاسگزاریم و تشکر میکنیم به خاطر همه نعمت‌های خوب و مفید، توفیقات ارزشمند و گرانبهایش. در فضای بسیار معنوی ماه مبارک رمضان قرار گرفتیم. باز هم بی نهایت خداوند رو بر این توفیق سپاسگزاریم و شاکریم و امیدوارم که شکر و سپاسگزاری ما و شما به درگاه خداوند به خاطر این همه الطاف و عنایت‌ها و نعمت‌ها و توفیقاتش سبب بقا و دوام و استمرار نعمت باشه و برکات نعمت‌ها در زندگی مادی و معنوی خودمون که حاصل شکر و سپاسگزاری است لمسش بکنیم و حسش بکنیم. چون اگر برکت رو از نعمت بگیریم دیگه نعمتی وجود نداره، چون نعمت‌ها با برکتش هستن که نعمت میشه. وجود برکت در زندگی ما و شما برمیگرده به خود ما و شما. هر نعمتی یک معدن هست و مجموعی نعمت‌ها معادن هستند و ابزار استخراج برکت، قوت، توانمندی، توسعه، سعادت و خوشبختی، ابزار استخراج این ارزش هایی که گفتم با شکر حاصل خواهد شد. لئن شکرتم لازیدنکم. پیامبر صلی الله علیه وسلم خیلی تاکید میکنن رو 10 شب پایانی رمضان و تاکید مضاعف میکنن رو شبهای وتر اون 10 شب، یعنی 21 و 23 و 25 و 27 و 29 و تاکید اساسی رو دوباره بر شب 27 دارن. حالا ما در اولین شبش قرار گرفتیم و این شب دوباره مصادف شده با یک شب مبارکی دیگه به اسم شب جمعه که فرداش جمعه هست. عقیده و توحیدی که درش خرافات و بدعت‌ها و شرکیات نباشه، اعمال صالحی که درش بدعت نباشه، نیت خالصی که درش رنگ و ریا نباشه، توکلی که درش حق توکل و اعتماد بر خدا باشه و دست به دعا شدن و پایان بخشش صبوری. همه اونها وقتی کنارش صبوری هست، بردباری هست، نتیجه میده. انسان‌های کم حوصله، بی‌طاقت، اونایی که میخوان آنی به یک لذتی و یک موفقیتی برسن، اگه برسن هم پایدار نیست. دنبال لذت آنی، موفقیت آنی نباشید. ناورد رنج گنج، فداکاری، از جان گذشتگی، بیخوابی، تلاش، تحمل، بردباری، اینو خیلی مهمه. شمایید که برای خودتون و جامعه خودتون و مردم خودتون معجزه تولید میکنید. اگر به زندگی صحابه هم نگاه بکنیم، معجزه رو اون باورهاشون و اعتقادشون که لا یتزعزع بود، تزلزل درش نبود. شما جمله حضرت موسی رو وقتی که قوم بنی اسرائیل رو هدایت میکرد، اونایی که همراهی کردن رسیدن به اون دریا، پشت سرشون هم فرعون و لشکر فرعون. بنی اسرائیل به موسی گفتن علیه السلام که
ما رو تو چه وضعیتی قرار دادید؟ جلو ما دریاست، پشت سر ما فرعونه. جواب حضرت موسی چه بود؟ کلا. این کلا کلمه زجره، ردعه، دلالت بر قاطعیت میده. اذا عزمت فتوکل علی الله، دلالت بر عزم راسخ و استواری در عقیده هست. وقتی قلب تو بر عقیدش استواره، اینجاست که پای تو هم اقدام تو هم استقامت میکنه. اینجا وقتی لرزید پا هم میلرزه. اینجا وقتی که لغزش پیدا کرد پا هم میلغزه. اصل اینجاست که محل اعتقاد و باور ماست، باید راسخ باشه. گفت کلا ان معی ربی سیهدین. سبحان الله، به تأکید که همراه من رب منه. یه راهی رو الان، همین الان، نگفته سوف یهدین در آینده دور، سیهدین الان برای من باز میکنه، نشونم میده. پس این اعتقادش بود که عصاش کارساز شد. بعد خداوند گفت حالا عصا تو بزن به این آب دو نصف شد، مثل یه دیواری از هم جدا شد، یه راهی باز شد. پس آموزه های دینی و ایمانی و قرآنی و نبوی و ربانی رو توهی از محتوا نکنیم. اگه توهی کردیم وضعیت امروز مسلمانان، همه چی شعاره، همه چی ظاهره، همه چی شکلیاته. طرف اگه حج میره میخواد پشت حجش قایم بشه، اگه تسبیح دستشه میخواد پشت تسبیحش قایم بشه، اگه نماز میخونه، اگه دیگه بهش گفتن آج آقا، یعنی دیگه هر کاری اجازه داره چه انجام بده. صحابه رسول الله صلی الله علیه وسلم قبل از بعثت پیامبر صلی الله علیه وسلم مشرک بودن. زنا جزو فضیلت در جامعه قریش بود. شراب جزو فضیلت بود. اگه کسی نمی نوشید، بیش از 30 تا اسم برای شراب انتخاب کردن و معشوقه خودشون قرار دادن و غزلخونی میکردن. ظلم، ربا، جهل، غدر. اسلام آمد، با جان و دل پذیرفتن. 13 سال در زندگی مکی پیامبر روی فکر اونها کار میکرد که اینایی که وظیفه عقلشون که فکر کردن تعطیل کرده بودن، لقب جاهلیت گرفته بودن، تو 13 سال زندگی مکی اونها رو وادار کرد به فکر کردن. وقتی فکر کردن خودشون رو پیدا کردن، خداشون رو پیدا کردن و بعد شدن رهبران ارزشی جهان، همونایی که تا دیروز چه جنایت هایی نمی کردن. همونا بودن دیگه، ولی هم ظاهر رو گرفته بودن، هم باطن رو، هم شکل و هم محتوا رو. از اینکه تا الان از تلاوت زیبای قرآن لذت بردیم، از شنیدنش، خیلی عالیه، خیلی ثواب داره. از اینکه خودت خیلی زیبا قرآن رو تلاوت میکنید و لذت میبرید و دیگران لذت میبرن، خیلی عالیه. جا هست که یک قدم جلوتر هم بریم. چه تلاوت‌های زیبایی میشنویم، به وجد میاییم، خسته نمیشیم. 2 ساعت همه جوانن دیگه اینجا. هم میگیم اگه بیشتر وقت بود به اذان نمیخوردیم، سحری تو کار نبود، بیشتر بکنن. این صدای تلاوت زیبا، کلام رب العالمین. ولی یک قدم جلوتر هم هست که باید اون گام هم برداریم. رو فهم و درک و محتوا و معنا هم فکر بکنیم. اون یه گامی به جلوست.
بعد از اینکه خوب داریم لذت میبریم از شنیدن این الفاظ، این آیات و تلاوتش، گام دومم تو همین ماه تصمیم بگیریم که برداریم، بریم به طرف معنی. باور بکنید اگر از معانی این چیزایی که میخونن شما میفهمیدید دیگه لذتش دوچندان میشد. گام سوم دوباره فهم و تبدیل به عمل کردن، زیبا خوندن، زیبا فهمیدن، زیبا عمل کردن و رفتار کردن. دیگه کل زندگی نورانی میشه، زیبا میشه، ارزشی میشه، عالی میشه، برکت میشه. دیگه هر جا که قدم بذارید با برکتی. اصلا تو میشی مرد ربانی و قرآنی، جوان ربانی و قرآنی، زن ربانی و قرآنی، دختر ربانی و قرآنی. واقعا یه فرصت طلایی است این شب‌های پایانی رمضان، اگر خدا نصیب بکنه یک شب، خدا بکنه امشب قدر باشه برای ما و شما و همه امت، یک آیه تو چنین شبی بخونید مثل این که 83 سال این آیه رو تکرار کردید، چون لیلة القدر خیر من الف شهر. یک کارتی اینجا بکشید یا به فقیری بدید یا صدقه بدید، معادل صدقه دادن 83 ساله. 1000 ماه. خداوند تو شبانه روز 24 ساعت معادل 1440 دقیقه معادل 86400 ثانیه روزانه. خداوند روز 86400 ثانیه زمان به طور رایگان در اختیار شما میذاره. هر روز به حساب بانکی زمانی داره واریز میکنه. هر روز طول این 24 ساعت هر چی برداشت کردید از این بانکت و به کار گرفتید مال خودته، پس انداز کردید. هر چی تهش موند 50,000 ثانیهش موند، بلا فاصله خداوند حسابت خالی میکنه. اون 50,000 ثانیه که استفاده نبردید تو حساب نمیمونه، خالی میکنه. فردا یک حساب جدیده. کسانی هستن که هر 86,400 ثانیهش استفاده میکنن. باور میکنید؟ یعنی از بس که نیتشون و فکرشون مثبت و خیره، حتی وقتی خوابم هستن چه؟ حسابشون داره پر میشه. خوابشون هم دیگه عبادته، استراحتشون هم عبادته، کارشون هم عبادته، تفریحشون هم عبادته، لبخندشون هم عبادته، شادیشون هم عبادته. انسان ها چون معدن های طلا و نقره هستن. هر کدوم از ما و شما یک معدنه. وقتی از این ثانیه ها 86,400 ثانیه استفاده می کنیم، هر ثانیه یک پروژه است. هر ثانیه یک پروژه است. انسان مسلمان مؤمن واقعی نه حرف بیهوده میزنه، نه فکر بیهوده داره، نه نگاه بیهوده داره، نه رفتار بیهوده داره. این همه هرزگی و بیهودگی از کجا آمده؟ این همه بیخاصیتی از کجا آمده؟ باید بر بگردیم یک بازنگری بکنیم. امروز اول سال نو خورشیدی است، هجری خورشیدی، هجری شمسی 1404. تبریک عرض میکنم خدمت همه عزیزانم حضار در خانه خدا در این مسجد، هم برادرها هم خواهرها و همه عزیزانی که بالاخره صدای منو میشنون، تصویر منو میبینن. امیدوارم که ساری سرشار از تحول، برکت، علم، آگاهی، بیداری، درک، فهم، درایت، اخلاق، ایمان، تقوا، طهارت، پاکی، علم، دانش، صداقت، امانت، شهامت، مهرورزی، تلاش، اخلاص، هر چیزی که خوبه
هر چیزی که خدا گفته خوبه. برای همه عزیزانم خدا رقم بزنه. ولی یه آماری میخوای بهتون بدم که قبل از اینکه من بیام امشب تو مسجد واقعا خیلی گریم گرفت. به آمار وحشتناک چهارشنبه سوری امسال توجه بکنید. مجموعه مصدومان، اونهایی که زخمی شدن، 3276 نفر. فوتی ها 15 نفر. قطع عضو 172 نفر. 115 مورد آسیب چشمی، اونایی که فقط چشمشون آسیب دیده 933 نفر. 720 مورد در روز چهارشنبه. سوختگی 1040 نفر. 700 مورد در روز چهارشنبه. 15 انسان قربانی شد، قربانی تفریحی بی‌مسئولیتی. علما میگن روز جشن و عید و خوشحالی انسان مسلمان و هدفمند اون روزی است که درش معصیت خدا نکرده باشه و اون روزی است که عبادت و بندگی خدا و خدمت به خدا کرده باشه. خدا عید سعید فطر رو به ما داده، بعد از یک عبادت بزرگ عید سعید قربان رو به ما و شما داده. روز جمعه عید هفته رو به ما و شما داده. انشالله که خداوند اول ما رو هدایت بکنه، همه عزیزانمون هدایت بکنه، همه پدرها و مادرها رو به راه راست هدایت بکنه، همه علما و مسئولین ما رو هدایت بکنه، همه جوانای ما، دخترها و پسرای ما، اینایی که سرمایه های دل ما هستن و آینده ما هستن و سرمایه های جامعه ما هستن، در هر کجای دنیا به راه راست هدایت بکنه و خدا حفظشون بکنه و عمرشون رو با برکت بسازه و عاقبت به خیر بشیم هممون.